السلام علیکم. شوکت محمد در خدمت شما هستم و برنامه خبری تحلیلی پیام نیوز را تقدیمتان میکنم. حالا دقت دهید به سرخط این موضوع ها. فرضی گناه یا عدالت سودی تاجیکانه. وزیر خواجه احراری ولی، خدای مردودی امام علی، تاجری منصبدار، کتابخانه رقم 1 تاجیکستان بک صبور از انداز $400,000 قرضدار بوده است. وزارت دفاع پیشنهاد کرده است مهلت خدمت در ارتش ملی 1.5 سال شود. حکومت روسیه می‌خواهد به خارجیان نظام گرفتن شهروندی را آسان‌تر کند. یادتان باشد ماه قبل دادگاه اروپا از روسیه پریزومپسیا невиновности یعنی فرض بیگناهی را لغو کرد و پریزومپسیا وینوونوستی یعنی فرض گناه را نسبت این کشور تصویب کرد. یعنی من بعد هر نفر علیه روسیه به دادگاه اروپا شکایت برد حق است و روسیه ناحق، تا زمانی که این کشور حق بودن خود را و ناحق بودن دعوا کننده را ثابت کند. حقوق شناسان می‌دانند این قاعده کاملا خلاف قاعده اصلی دادگاهی است. چون طبق قاعده باید عیبدار کننده دعوای خود را ثابت کند و هر متهمه تا زمان ثابت شدن گناهش بیگناه حسابیده می شود. پریزومپسیا وینوونوستی یعنی فرض گناه در دادگاه اروپا نسبت آن کشورهای تصویب می شود که بیش از 96% دعواها علیهشان تصدیق شده به فایده دعواگر تمام شده است. همین قاعده استثنایی یعنی فرض گناه که دادگاه اروپا تنها بعد همه مرافعه‌های دادگاهی را باختن روسیه نسبت این کشور تصویب کرده است، در تاجیکستان قاعده اصلی حسابیده می شود و برای همه مردم تطبیق می شود. یعنی در تاجیکستان همه گناهکار، همه مقامات انتظامی، امنیتی، تفتیشاتی و دادگاهی هم این قاعده را به جای فرض بیگناهی چون اساس قرار دادند و از آن استفاده می برند. برای ثابت کردن این حرف ما میتوان دلخواه پرونده را در تاجیکستان برداشت و آن را از اول تا به آخر تحقیق کرد. حالا برای کوتاه شدن مطلب حوادث چند روز آخر و بازداشت و حکم دلیر شریپوف را مثال میزنیم. چرا محض دلیر را؟ چون که قضیه نو است، حالا فراموش نشده است. چون قضیه دلیر مورد توجه اکثریت بود و بیشتری کاربران اینترنت آن را پیگیری کردند و از جزئیاتش آگاه می باشند. بازداشت دلیر شریپوف طبق همین قاعده یعنی فرض گناه پریزومپسیا وینوونوستی صورت گرفت. دلیر را بدون دعوت رسمی به اعلان کردن عیبی که در آن گناهکار پنداشته می شود به حضور وکیل دفاع و بیان کردن حقوقهایش دستگیر کردند. به سانکسیه یا حد اقل نشان دادن آن به نزدیکانش خانه‌اش را تفتیش و اموالش را با خود بردند. تنها بعد 14-15 ساعت و آن هم با کوشش روزنامه‌نگاران فعال معلوم شد که دلیر شریپوف در شعبه ناحیه شاه منصور شهر دوشنبه نگهداری می شود. مقامات بازداشت کرده انیق ترش شعبه کمیته دولتی امنیتی ملی در ناحیه شاه منصور بدون هیچ تفتیشات هنوز قبل از بازداشت دلیر شریپوف مطمئن بودند که دلیر گناهکار است.
اکنون اهمیتیت به حکم دادگاه برای تمدید مهلت بازداشت دلیر شریپوف. در حالی که هنوز از بازداشت دلیر 48 ساعت سپری نشده بود، دادگاه ناحیه اسماعیل سامانی او را به برانگیختن کینه و عداوت ملی، نژادی، محلگرایی و یا دینی طبق ماده 189 قسم 1 کودکس جنایتی تاجیکستان متهم کرد و به 2 ماه بازداشت پیشکی محکوم نمود. عجابت کار اینجاست که شریپوف را به برانگیختن کینه و عداوت از روی نوشته هایش در چند سال آخر حکم کردند. یعنی چند سال آخر نوشته هایش دلیل گرفته او را به حبس پیشکی گرفتند. امکان تحقیق نوشته های او، حتی یک نوشته او در کمتر از 48 ساعت آخر وجود ندارد، چون باید با جلب متخصصان از چند مقامات کمیسیونی تشکیل شود و آنها با آموختن نوشته های متهم شده خلاصه خود را باید پیشنهاد کنند. یعنی دادگاه هم از اول بدون هیچ تحقیق مطمئن بود که دلیر گناهکار است و باید بازداشت شود. اکنون به شرح دادستانی اهمیتیت. 2 روز بعد، یعنی بعد 4 روز بازداشت، در اظهاراتی که روز 1 فوریه نشر شد، دادستانی کل دلیر شریپوف را به نشر 200 مطلب و مقاله‌ای دارای مضمون و محتوای اکستریمیستی که به برانگیختن کینه و عداوت دینی، مذهبی و ترغیب برتری یک قسم شهروندان نسبت به قسم دیگر از نگاه منسوبیت دینی روانه شده‌اند متهم کرد. این چی متهم کنی؟ در 4 روز نه تنها تشخیص و بررسی 200 مطلب و مقاله غیر امکان است، بلکه تأسیس کمیسیون با جلب متخصصان شبهناک است، چون باید به هر مؤسسه مکتوب رسمی روانه کرده شود. مؤسسه متخصص را جدا کرده با مکتوب جوابی پاسخ دهد و بعد رسیدن همه پاسخ‌ها دادستانی کمیسیون را تشکیل داده مطلب و مقاله ها را به آنها برای تشخیص و بررسی سپارد. این کار ببخشید هفته ها وقت می‌خواهد. پس دادستانی هم از همان قاعده نانوشته فرض گناه کار گرفته است و بدون هیچ تشخیص مطمئن بوده است که دلیر شریپوف گناهکار است. اما در اظهاراتش دادستانی کل اعلان کرد طبق خلاصه تشخیص دینشناسی رساله محمد صلی الله علیه و سلم و تروریسم در حاشیه کانسپسی جریان اخوان المسلمین، برادران مسلمان که در اکثر کشورهای جهان تشکیلات تروریستی اکستریمیستی اعتراف گشته است، تهیه گردیده به مایل ساختن جوانان به مفکوره جهادی نگرانیده شده است. اینچنین دعوا دارند که آنها را برای صادر نمودن، یعنی جوانان را به عملهای اکستریمیستی تروریستی دعوت میکند. یعنی اینجا دادستانی دعوا دارد که در کمتر از 24 ساعت کاری، چون دلیر بیگاهی 28 ینور بازداشت و بیانیه صبح 1 ینور نشر شد، در کمتر از 24 ساعت دعوا دارد که توانسته کمیسیون تشکیل داده با شرکت کارشناسان رساله دلیر را تحقیق کرده است. دعوایی که بسیار دور از منطق می نماید. اما جستن منطق در بیانیه دادستانی کل چندان طول نکشید. 2 روز پس
маркази исломӣ эълон кард ки рисолаи Далер Шариповро таҳқиқ накардааст. ақаллан байни худашон машварат намекунанд ки дурӯғро ба машварат гӯянд. анакнун ба ҳарфҳои раиси додгоҳи олии тоҷикистон аҳамият диҳед. раиси додгоҳи олии тоҷикистон ба ин баҳс нуқта гузошт ва собит кард ки қоидаи асосии додгоҳиву тафтишотӣ дар Тоҷикистон фарзи гуноҳ яъне презумпсия виновности аст. Шермуҳаммад Шоҳиён дар нишасти хабарияш гуфт Далер Шарипов бояд бегуноҳиашро собит кунад. ин мантиқи гапа бинед. яъне на тафтишот ва додгоҳ бояд гуноҳро собит кунанд, балки Далер гунаҳкор аст, ӯ зотан гунаҳкор аст ва барои он ки озод шавад бояд собит созад ки гунаҳгор нест. ё бугир. ба асл табдил ёфтани қоидаи фарзи гуноҳ дар Тоҷикистонро метавон аз маълумоти дигаре ки додгоҳи олӣ дар нишасти хабарӣ ироа кард хулоса намуд. тибқи иттилои ин ниҳод аҳамият диҳед. тибқи иттилои ин ниҳод аз 11,000 нафаре ки парвандаашон ба додгоҳ ирсол шудааст, 11,000 танҳо 10 нафар сафед ва озод шудаанд. яъне камтар аз 0.1%. аз ин 10 нафар 8 нафарашон онҳое будаанд ки ба расонидани зарари сабуки ҷисмонӣ муттаҳам мешуданд, яъне байни ҳам занозанӣ кардаанд. медонед чаро чунин аст? зеро ҳама мақомот интизомӣ, амниятӣ, тафтишотӣ ва додгоҳӣ мутмаинанд ки ҳар нафар дар Тоҷикистон гунаҳкор аст. бинобар ин бидуни ҳеҷ мулоҳизае 99.9%ро гунаҳкор эълон мекунанд ва ба паси панҷараҳо мефиристанд. ҳамин қоидаи фарзи гуноҳро мақомот беибо алайҳи мухолифон ва умуман ҳамаи онҳое ки дар хориҷ қарор доранд истифода мекунанд. рақами телефони мухолифонро дарёфт мекунад мақомот, ба онҳо тамос мегиранд, мегӯянд ки қонуни афв қабул шудааст, бояд баргардед. вақте пурсида мешавад ки қонуни афв ба ман ва баргаштанам чӣ дахл дорад ва ба чӣ гуноҳ муттаҳам мешудам, посухи ҳамаи аҳли мақомот якхел аст. биё иҷа биё бегуноҳиятро собит куну баргард. 1-2 ҳафта бегуноҳиятро ба расмият медарорем, аризаи бахшиш афв менависӣ ва пешво туро мебахшад. яъне гуноҳ кардӣ накардӣ дар Тоҷикистон ин хел фарзияти бегуноҳӣ вуҷуд надорад. ҳама гунаҳкоранд. кае ки ҳукумат ба маъқул нашудӣ, мақомот ба маъқул нашудӣ, кашола мекунад, мебарад, мард шаву бегуноҳиятро собит кун. тибқи ин қоидаи ҷорикардаи мақомот, чунон ки гуфтам, ҳар шаҳрванди Тоҷикистон албатта ба ғайр аз пешво, хонаводааш ва афроди наздик ба онҳо гунаҳкор ҳисобида мешаванд то замоне ки бегуноҳиашро собит кунад ё як роҳи дигар аст, ба маблағи хангуфт бегуноҳиашро бихарад. ҳукумати Русия мехоҳад низоми гирифтани шаҳрвандиро осонтар кунад. Русия тарҳи қонуниро омода дорад ки мувофиқи он хориҷиён метавонанд бе даст кашидан аз шаҳрвандии худ
شهروندی روسیه شوند. در این باره و چند خبرهای دیگر همکارم صفیه گزارش می‌دهد. شرکت ساختمانی کومیل 2010 از انداز 4 میلیون سومانی معادل تقریباً $400,000 قرض داشته است. شرکت ساختمانی کومیل 2010 به پسر بیگ صبور رئیس خدمات علاقه و قضای پرزیدنت تاجیکستان متعلق است. نمایندگان کومیل 2010 قرضداری از اداره انداز کلاب را به رسانه‌ها تصدیق کردند، اما گفتند جای نگرانی نیست، پول را می‌دهند. این شرکت در شهرهای دوشنبه و کلاب چند بینای معموری و استقامتی می‌سازد. بهرام عنایت‌زاده شهردار کلاب روز 5 فوریه در نشست خبری گفت به اداره انداز دستور داده است بیناهای متعلق به پسر بیگ صبور را بندند. وی افزود به شبکه‌های برق و اداره آب هم گفتند انتقال گرمی و روشنایی و آب را به این بیناها قطع کنند. شهردار کلاب در نشست خبری گفت بیگ صبور زیاده از 4 میلیون سومانی از انداز قرضدار است و یگان ذره پول را نمی‌دهد. سپارش دادیم که تمام چاره‌های تأخیر ناپذیر را اندیشند. دیگر این طور نمی‌شود. دوشنبه را بینید نسبت به او چی کار کردند. تمام ساختمان‌هایش را منع کردند. ما نیز همین طور می‌کنیم. بس است. یک خواجه احراری ولی پیدا شده است. هفته گذشته رئیس کمیته معماری و ساختمانی تاجیکستان نیز به شرکت کومیل 2010 هشدار داد که کمبودها را در ساختمان‌هایش اصلاح کند وگرنه در مدت کوتاه لیسنزیا یا اجازتنامه فعالیت آن بازپس گرفته می شود. بیگ صبور یکی از منصبدارانی است که در برابر کار دولت غیرقانونی به تجارت نیز مشغول است و همین موضوع مایه انتقادی او می باشد. کمیته دفاع از خبرنگاران یا CPG مقرش در نیویورک روز 6 فوریه با نشر یک اظهارات از مقامات تاجیکستان خواست که روزنامه‌نگار دلیر شریفوف را بدون تأخیر رها نموده اتهامات علیه او را بیکار و به او اجازه بدهند که بدون هیچ گونه ممانعت فعالیت خود را ادامه دهد. دلیر شریفوف روز 28 ینور بازداشت و 2 روز بعد از جانب دادگاه ناحیه اسماعیل سامانی شهر دوشنبه برای 2 ماه به حبس گرفته شد. مقامات او را به برانگیختن کینه و عداوت ملی و مذهبی متهم می‌دانند. اتهامی که نزدیکان و دوستان شریفوف آن را بی اساس می‌خوانند. دادستانی کل تاجیکستان 5 روز بعد از این بازداشت با نشر یک اظهارات شریفوف را به نشر 200 مطلب و مقاله به قول مقامات دارای مضمون و محتوای اکستریمیستی که به برانگیختن کینه و عداوت دینی، مذهبی و ترغیب برتری یک قسم شهروندان نسبت به قسمت دیگر از نگاه منسوبیت دینی روانه شدند متهم کرد. از این قبل 8 سازمان خبرنگاری و حامی حقوق انسان در تاجیکستان، 10 ژورنالیست و نیز مسئول بخش آزادی مطبوعات سازمان امنیت و همکاری در اروپا آزادی دلیر شریفوف را طلب کرده بودند. دلیر شریفوف 32 ساله است و قبلا در تلویزیون سفینه و هفته‌نامه آزادگان کار کرده است. وزارت عدلیه تاجیکستان به این نظر است که کم کردن مهلت خدمت در ارتش در کم کردن ابلاغ مساعدت می‌کند. عبدالمنان خالقوف معاون وزیر عدلیه تاجیکستان در رفت نشست مطبوعاتیش گفت قصد دارند مهلت خدمت ارتش را تا 1.5 سال پایان برند. معاون وزیر عدلیه گفت لایحه قانون درباره پایان بردن مهلت ارتش الکی از جانب وزارت مدافعه پیشنهاد شده است. خالقوف گفت کم کردن مهلت خدمت به خاطر از بین بردن ابلاغ است. لایحه قانون روانه کرده شد که در آن می‌خواهند مهلت خدمت ارتش را نیم سال کم نموده به 1.5 سال برابر کنند. معاون وزیر عدلیه افزود ما برای ابلاغ را از بین بردن اول مهلت خدمت را کم می‌کنیم. حکومت روسیه می‌خواهد نظام گرفتن شهروندی را آسان‌تر کند. در این راستا یک بند اساسی قانون به کار می‌گردد. بنا به اطلاع روزنامه کامرسانت، حکومت روسیه طرح قانونی را آماده دارد که موافق آن خارجیان می‌توانند به دست کشیدن از شهروندی خود شهروندی روسیه شوند. قید می‌شود که حکومت روسیه نیت دارد جریان گرفتن شهروندی را برای شهروندان خارجی آسان‌تر کند. موافق طرح نو بندیگه قسم اولی ماده 13 قانون درباره گرفتن شهروندی
که دست کشیدن از شهروندی پیشتر را طلب میکند بکار کرده خواهد شد. همچنین نمایندگان حکومت قید میکنند که طرح قانون فعلا آماده می شود و پس از موافقه کردن با دستگاه پرزیدنت به دومه دولتی روان کرده می شود. در برابر این بنا به گفته لئونید کالاشنیکوف رهبر کمیته کار با کشورهای اتحادیه دولت‌های مستقل احتمال است از ماده 13 قانون درباره شهروندی طلبات برای استقامت دائمی در روسیه برای 5 سال و بندی عاید به ضرورت تصدیق منبع قانونی درآمد بکار کرده شود. حکومت روسیه می‌خواهد با این راه برای رشد بیشتر اقتصادی کشور قوه‌های ایلاوگی مهنت را جلب کند. تماشابینان ارجمند به نهایت برنامه امروز رسیدیم. به شبکه ما آبونه شدن و نوشتن نظر خود را فراموش نکنید. پخش تگمه لایک و زنگوله الهام کاری ما و امکانات از هر رویداد حادثه با خبر شدن شما را فراهم می کند. رقم تماس با ما توسط واتساپ، وایبر، ایما و تلگرام 49 15 16 46 15 947. با امید دیدار در هفته دیگر. السلام علیکم و رحمت الله. رادیوی پیام، صدای جدید در فضای اطلاعات. نصب ضمیمه نوی رادیو پیام در اپل و اندروید برای تلفن‌های همراه و لوح‌های الکترونی پلانشت به شما امکان می‌دهد که 24 ساعت تازه‌ترین و دقیق‌ترین خبرها، تحلیل‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، برنامه‌های دینی و فرهنگی، قصه‌های جالب و شنیدنی، گفتگوهای مستقیم با سیاستمداران، کارشناسان و ضیائیان را بشنوید. با ما باشید. رادیوی پیام، همسفر به سوی زندگی بهتر. در تمام دنیا روی رسانه اینترنتی رادیو پیام .net